آقا بریم سراغ زیبای بحث برانگیز این روزا، GLB 200 مرسدس بنز که خیلی تازه داره کم کم پلاک میشه و میاد تو بازار. ما یه 3-4 دستگاهی ازش رو موجود داریم. اینی هم که اینجا 7 نفر است. ببینید ردیف سومم صندلی داره. حالا امکانات چی داره چی نداره یه ذره با هم بررسیش بکنیم. کوتاه، خیلی کوتاه. اولی که خب کیفیت آنچنان بدی نداره، آنچنان هم مطلوب نیست، خوبه در کل. اما امکانات من چیزی ندیدم از این ماشین. نگرم کن سرد کنی تو نسخه 7 نفرش البته به این صورته. 2 مانیتور اینجا داریم که خب یه سری امکانات مثل رادار پادار و اینا رو میشه از اینجا تنظیم کرد. سیستم صوتی بدی نداره، اینا همه لمسی، رادار تطبیقی و فلان و اینا رو هم داره. حجم موتور 1300 سی سی توربو با این هیکل قیافش هم بیرون نشونتون بدم. حالا به نظر شما ارزش خرید داره یا نه؟ یه 3-4 دستگاهی ما تو مجموعه ازش موجود داریم. در اونایی باشه شاد